راحیل 11 سال است که منتظر این فرزند میباشد. 11 سال است نیش و کنایه زنان فدان را میشنود و تحمل. چقدر به او نازا گفتند، چقدر او را عقیم و بی ثمر خواندند. کاهن بزرگ مرا ببخشند. امشب برای یعقوب و خاندانش خوابها دیدم. مرا تنها بگذارید. نفرین خدایان بر یعقوب و خاندانش باد. کفر یعقوب بی پاسخ نخواهد ماند. او باید مجازات شود. ای ایشدار بزرگ، آتش خشم خیش را بر یعقوب و خاندانش فرود آور. راحیل و فرزندش امشب باید نابود شوند. با این همه من نگران راحیل و فرزندم نیستم. بیم آن دارم که مرگ آنها موجب شادی ارباب معابد و بت پرستان شود. بیم آن دارم که تلاش چندین ساله من در محو شرک و بت پرستی بی نتیجه بماند. کاری بکن، همسر و فرزندم را نجات بده. نجات آنها موجب بیداری مردم فدان می شود. نجات آنها شکست معبد ایشتار و پیروزی یکتاپرستی بر شرک و بت پرستی است. خدای مهربان، یاریم کن، یاریم کن، یاریم کن. این وقت شب این نور چیست؟ راحیل به هوش آمد. دوباره شروع شد. راحیل یعنی میخواهد باران ببارد؟ گمان میکنم آسمان میخواهد به حال راحیل بگرید. این نشان خشم خدایان است. تندر خشم خدایان فرود خواهد آمد.
یعقوب و خاندانش مجازات خواهند شد. ای ایشدار بزرگ، از حریم خدایان دفاع کن. آتش خشمت را بر خاندان یعقوب فرود آور. یعنی فرزند راحیل به سلامت به دنیا آمد؟ پس نفرین ایشتار، جادوی ایستر. بگذار مردم فدان قدرت عظیم تو و جادوی ایستر را ببینند. ای ایشتار بزرگ، ما را خوشنود کن. بگذار تا دوستان تو ضعف و زبونی خدای یعقوب را ببینند. درود بر نبی خدا. درود خداوند بر همه شما بود. قدم نورسیده مبارک. مبارک. خداوند را به خاطر الطافش سپاس میگویم و از او برای تو و فرزندمان طلب خیر و برکت میکنم. 11 سال در انتظار تو بودیم. چرا این همه دیر؟ نمیپرسید فرزندتان پسر است یا دختر؟ یوسف اسم پسر است یا دختر؟ از کجا دانستید؟ چه کسی به شما گفت؟ همان که ساعتی پیش مژده ورودش را به من داد. این باران هم از برکت قدوم توست فرزندم. خوش آمدی. راحیل و فرزندش به سلامت هستند. آره، باران چه کار؟ باران را بنگر که قحطی را از فدان می‌زداید. چرا متوجه نیستی؟ باران همزمان با تولد فرزند راحیل و یعقوب باریدن گرفت. یعنی راحیل و فرزندش سلامت هستن؟ آری، میبینی که چه کودک خوشیومن و مبارکی است. مردم چرا ایستاده اید؟
و شتر قربانی کنید و دان را آذین ببندید. از خدای یعقوب باید سپاسگزاری کرد. امروز روز حیات مجدد دختر